سلام رفقا، خوش اومدید به چنل دن رز. دانیال هستم. علیرضا هستم. اومدیم با ترک سنگسار آلبوم خون خورشید از بهرام و سورنا. سورنا. عشق من، فداش بشم. چطور؟ من فنشم والا. نگاه کن. علی سورنا. سورنا. تتو زده. علی سورنا. بهرامم زدم رو کف دستم چون تتو آرتیستم. نگاه کن. تتو با آرتیستم ماژیک ها؟ با سوزن قدیمی ها سبز می زدن. خب من اینجا یه چیزی سبز اینجا یه چیزی سبز قایمش کن. با سوزن تتو با... آرتیستم گفت کف دست سوزن. رنگ نمیگه. بریم بریم آقا. سنگسار. بگو. لیریکس وکالم علی سورنا بهرام، موزیک پرودیوسرم اشکان موسوی، میکس مسترینگم اشکان موسویه، وژوال آرتیستم عرفان آشوریان. نمیدونم آشوریان درسته؟ آشوریان درست. کاور هم با ستاره ملک زاده. برو سری 1 2 3. سنگسار برو. بیا سلامتش. تو روز مرگ زندگی تو صحرای خشک، تن بیابون زیر شلاق خورشید. روز مرگ حرکت تو باد امید، جمعیتی منتظر به فرمان مرگ. زنی رو کشیدن با زوزه بلند از خط خونش تو خاک خسته. یه کلاغ نشست رو بوتهای گز، یه سواری ساد با مویه های اسبش. سنگ ها دست ها رو سرزنش میکردن، زمین گشت خندید به خندقش. زنو کشیدن به مسلخ. همون یه لحظه من نمیفهمم چرا نمیفهمم. من نمیفهم. من نمیدونم ولی خفنه. صدا سورنا رو گوش بدی یعنی روح داره کردن، زمین گشت خندید به خندقش. زنو کشیدن به مسلخ. بیتو اون پشت بیتو بشنو. همین که فرو شد یه لحظه سکوت شد. یکی گفت بکشید. بیتو دیدی وقتی گفت سکوت قطع میشه. پشتم سکوت شد. پشت سکوت شد. پشت بیت بک وکال. برو. که فرو شد یه لحظه سکوت شد. یکی گفت بکشید این فاحشه رو. پرتاب شروع شد. سنگ اول نفرت و زد به گونش. سنگساره داره سنگساره توضیح بکشید این فاحشه رو، چون فاحشه رو سنگسار مثل همیشه داستانه داره تعریف، چون فاحشه رو سنگسار میکنن. حالا سنگ اول زد ببینیم چی میشه. سنگ اول نفرت و زد به گونش. کشید کلاغ از بوته ها بلند شد. سنگ دوم شونش شکست. کلاغ چرخید دور بوته های گز. سنگ سوم شکست دندونای زن رو. سوار افتاد از این با مویه های اسبش. یه بچه تو جمع منجمد شد قلبش. نظامی رفت سمتش دندون داد دستش. صداش زد بزن حصار، جمع رفت کنار. حصار آورد وسط دندون رو با فشار. تاب خورد و ایستاد دقیقاً با ماسگونه های زن. همه چی آروم بود تا یک سنگ محکم از جمعیت خورد توی چشای زن. زانوی کودک شکست روی خاک و سر زن به روی شونه ها شکست. میاد سرمای زوزه به صدات، گرگ زخمی بزن دوباره پوزه به شکار. شرح حال ما نبرد بود با پوچی، میرسیم با هم فردای روز اتفاق. میاد سرمای زوزه به صدات، گرگ زخمی بزن دوباره پوزه به شکار. شهر حال ما نبرد بود با پوچی، میرسیم با هم فردای روز اتفاق. دوباره کشتن جاده رو، تموم کردن یه مراسم ساده رو. دا شنیدن صدای گریه های نوزاد، جمع گفت چار کنید نوزاد و مادر رو. خیلی دارکه قضیه داداش. زنه سنگسار شد با بچهش بود. سنگسارش کردم با نوزاده بود. باید چالش کنیم. برو ببینم چی میشه. دا شنیدن صدای گریه های نوزاد، جمع گفت چار کنید نوزاد و مادر رو.
پیشوا گفت که میسپاریم به یعنی زایید؟ نه میگه چال کنید بچه رو با مادرش اینجا مرد. خب نوزاده زنده است. خب میخوان زنده به گورش کنن نوزاده رو میخوان دفن کنن با مادر. این چه قومیه؟ چه نمیدونن چه قومی؟ لاشیا. جمع گفت چال کنید نوزاد مادر. پیشوا گفت که میسپاریم به دنیا. شب درازه با تیز دندون گرگا. پیشوا جمع قبول کرد این پیشنهاد و کم کم پیش گرفت راه اتحاد. میاد سرمای زوزه به سرات، گرگ زخمی بزن دوباره پوزه به شکار. شرح حال ما نبرد بود با پوچی، میرسیم با هم فردای روز اتفاق. میاد سرمای زوزه به سرات، گرگ زخمی بزن دوباره پوزه به شکار. شرح حال ما نبرد بود با پوچی، میرسیم با هم فردای روز اتفاق. برو پخش شد. یعنی سورینا استاد داستان سراییه. حرفه‌ایه، هیچ کس هم بهش نمیرسه. یعنی یه داستان میبره تو دل داستان. دارکن داستان. من الان تصور کردم تو صحرا دارم هم زنه رو میبینم که دارن میزننش. یعنی اینقدر رفتن تصویر سازیش خیلی عالیه. عالی بود، عالی خواهد بود، خواهد ماند، خواهد شد، خواهد شدند. دور تابنده انگار که اتفاقی نیفتاده بود. یه تصویر مبهم پشت کوره راه هسته، یه سوار و کلاغ و نوزاد آینده. بهرام الان بهرام میاد. کورساشون هم خیلی عجیبه. وسط کبیر تنهاییاشون خون زن چسبیده کف دم بیا پایاشون. این هم ادامه داستان، پاسکاری میکنن داستان ها رو. والا وسط کبیر تنهاییاشون خون زن چسبیده کف دم پایاشون. با پاهای خونی میرن سمت ده و خیالشون راحته که شب میخوابن آروم. دست میندازن روی شونه های هم، به هم میگن عاقبت زن چه سیاه بود. غافل از این که یه جسد کافی نیست واسه این همه گرگ وسط این همه بیابون. گرگا رد پاها رو میبینن، جری میشن، رد خون رو میگیرن. طوله هاشونن و کوچیکن، گشنن، گله گنده است، وحشی و درشتن. همه با هم را میفتن آخر، تصمیم مشخص، مسیرم که راحت. ده معلومه همون جای ته جاده است و راه خیلی دور نمیرسن زیر یه ساعت. بو میاد، بوی گل و آهن، همه خوابن، پنجره ها بازن، خونه ها کوچیکن، همه تو اتاقن. نگاه چیکار میکنه؟ با صدا فلو داره میزنه، با دماغش داره فلود میزنه بهرام. والا اصلا چی عجیبیه این. باید به احترامش باید 10 سال نماز خوند. الله اکبر قربتن بهرام الله اکبر. والا با صدا دماغ داره فلو میزنه. همه خوابن، پنجره ها بازن، خونه ها کوچیکن، همه تو اتاقن. این واسه یه گرگای شکار ساده است. دور چراغا میچرخن پروانه ها، جیرک ها میخونن آواز بیچاره ها. گوشت نرم نوزاد قبلی مزه کرده، گرگا میرن یه راست به سمت گهواره ها. میپرن خواب مادرها پریشون، جیغ میکشن که گرگا زدن شبیخون. مردای ده با سنگ کف دستشون که باقی مونده از مراسم همین امروز. ولی این سنگا این دفعه چقدر ضعیف. دیدی چی گفت؟ صبح داشتن سنگسار میکردن، گرگا شب بهشون حمله کردن با اون سنگایی که صبح میزدن هست، زنه میزدن. الان گرگا رو بگیر به با سنگ نمیشه این گرگا رو بکنن بیرون. برمیزنه تو شب چشم سرخشون میفته تیکه های گوشت نوزاد لب دندون. وقتی وحشت میگیره همه جا رو، همه قبول میکنن اولین ایده ها رو. یکی سر چوبشو آتیش زد و آورد، گفت فقط با آتیش میشه ترسون گرگا رو. دستاشا ترس یخ کرده بود و لرزید، چوب دستش افتاد زنه گرفته شد. چقدر این شعله ها وحشی و سریع آق، چقدر خشک و پوشالیان دیوار این خونه ها. من از اون دور دیدم رقص بدنا رو، دیدم آتیش عدالت گرفته فضا رو. ما خب میدونیم منظورش داستانه نیست، پشت این داستانه یه چیزی هست، یه منظوری داره. من الان این زنه رو دارم ایران رو میبینم، هی دارن سنگ میزنن بهش. من از دور دیدم رقص بدنا رو، دیدم آتیش عدالت گرفته فضا رو. عشق شوقم چکید رو یال اسبم، وقتی بوی
گوشت سوخته پر کرد هوا رو. دیدم منقار لاش خار کلاغا رو، دلم واسه مردم این ده که نسوخت هیچ. یه آتیش کوچیک روشن کردم و تماشا کردم زیبایی انتها رو. اصلا به این میگن محتوا. این محتواست، محتوای رپ، هیپ هاپ. یه چیزی برای گفتن داره. نه الان دختر مواد تفنگو خدا ترقه هم نترکوندن، حرف از تفنگ میزنن. حالا به این میگن ترک، به این میگن محتوا، به این میگن یه چیزی. اصلا بردم تو توهم من الان تمام سوراخام باز شد، پیکام باز شد. سوراخام والا ای داستان اصلا اسمی حال میکنی. من حال کردم، ترک سنگسار حال کردم من. عالی بود. الان بنگو گنگو فتاتو گلگو بریم؟ کجا بریم؟ بریم خونه همون. بیا بابا یه ورق بازی کنیم بعد بریم. نه حکم چیه؟ بعد بچه ها کار دارن. 15 تا شلمه، 15 70 تا 80 تا 65 تا شلم. 65 خب بچه ها مرسی که ما رو تحمل کردین. دوست داشتیدم لایک کامنت ساب یادتون نره اگه دوست داشتید. حمایت ما کنید. خیلی دوستتون داریم. اینم از آلبوم خون خورشید. خوب بود، عالی بود. عالی بود. من رفتم توی دنیای دیگه. استوری بهرام خود دیدیش؟ گفت اصلا یه راه، یه اصلا روش جدید تو هیپ هاپ باز میشه. من واقعا ایمان دارم، دوست دارم این روش رپ عوض بشه. این که داره روالی که دارم دوست دارم عوض بشه. زیاد حرف زدیم، سرتون رفت. بای بای.